مادر ما رو با چی رزومه تولد کرد، بزرگ کرد. شبها خواب نرفته گهواره ما رو می جنباند. صدای گریه ما رو با آواز شیرینش بچه جان من گفته خاموش میکرد. ما رو در آغوش میگیرید شیر میداد. چی زحمت ها میکشد مادر. میگوید بچه هم کلان شود دستی ما رو میگیرد. بچه هم کلان شود پشتیبان من میشود. اما مادر تاجیک را امروز فریب دادند. مادر تاجیک فرزند تولد میکند، فرزند را کلان میکند، میخواناند و رژیم امروزه با راهبری امام علی رحمان این فرزند را از مادر جدا میکند. میبیند وقت شهروند بال برآورد پرواز کرد او را با مهاجری روان میکند. در وطن کار نیست، زندگی دشوار است. زندگی خوب فقط برای عائله رحمانوف است. همین طور برای مادر فرزند، برای امام علی رحمان شهروند ترک وطن میکند. مادر باشد مثلی که پیش خواب نرفته گهواره می جنباند، اکنون خواب نرفته راه نگه میکند. تلفن ها را از نزدش دور نمی کند. گوش های مادر را پیش صدای ما بیدار میکرد، امروز صدای تلفن ما بیدار میکند. و خواه ساعت 3 شب باشد، خواه 4 شب، او در از خواب میخیزد با یک وهن خدا میگوید خبری ناخوش درباره فرزندم نباشد. وقتی صدای ما را میشنود اشک چشم میریزد. میگوید بچه هم یادت کردم. بسیار مادران فرزندان را ندیده از عالم چشم میپوشند. فرزند باشد در غلامی میماند، مادر میگوید، اما دیگر مادر ته خاک است. دوستانی عزیز، بیایید فکر آینده فرزندها را بکنیم و این غریبی را ترک کرده رفته وطن خود را از ظالم امام علی رحمانوف آزاد کنیم. ما وطن داریم، ما غلام تولد شده نیستیم. اگر ما نخواهیم فرزندی ما این عذابهای غریبی را بچشد، ما باید رفته وطن خود را از ظالم امام علی رحمانوف آزاد کنیم. ولی حیفا در غاباس نآیی، زیما دور و باید عمر جدایی، زیما دور و باید عمر جدایی. بیاد آورده شب ها الله هایت، بیاد آورده شب ها الله هایت. تو را می جویم ای مادر کجایی، تو را می جویم ای مادر کجایی. نوشته پاره ای شعر جگر خون، بروی مرقدت آن را گذارم. بی خواب آسودم در مادری جانه که من شب زنده دار این مزارم، که من شب زنده دار این مزارم، که من شب زنده دار این مزارم.
تا که روحت شاد سازم به نامت شعر خود ایجاد سازم جهانی به بها بودی برایم تو را در هر نفس من یاد سازم تو را در هر نفس من یاد سازم